در کندوز به بیش از 700 خانواده شهدا و مجروحین روند توزیع کمک‌های نقدی آغاز گردید. بر بنیاد گفته‌های مقام‌های محلی کندوز که اخیراً طبق فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای خانواده‌های قربانیان جنگ اخیر شهر کندوز بیش از 50 میلیون افغانی کمک نقدی صورت گرفته که این کمک نقدی به بیش از 700 خانواده قربانیان جنگ توزیع می شود. سید محمود دانش سخنگوی والی کندوز به رسانه‌ها گفت که در دور دوم سقوط شهر کندوز 232 تن از افراد ملکی شهید و همچنین 538 تن از افراد ملکی زخمی شده بودند. آقای دانش بیان نمود که برای هر خانواده شهید مبلغ 100,000 افغانی و برای هر فرد مجروح مبلغ 50,000 افغانی کمک نقدی صورت می‌گیرد. بعضی از هموطنان ما هم نیز در جنگ زخم برداشتند. جناب رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک مقدار کمک نقدی را برای مردم آسیب دیده انجام داد. در عین زمان خانواده هایی که به هدف دریافت کمک به ریاست محیط زیست کندوز آمدند خیلی خرسند هستند که حکومت همراهشان کمک نقدی میکند. شماری از این خانواده ها از حکومت خواهان توزیع نمرات رهایشی به بازماندگان قربانیان جنگ اخیر شهر کندوز هستند. کمک میکنه برای مشتکا دیگه سیاست مشتکی شرخورد بغل چرا دیگه پدر مادرم هم نیست وطن است. ما از دولت خواهش همیشه داریم که برای همین زخمی ها و شهیدا و مردم غریب بیچاره کندوز برای شهیدا یک زمین هم از زمینای دولتی در نقطه‌ای که باشه توزیع نماید که سبا یک سرپرست برای بازماندگان از اینا صورت بگیرد. قابل ذکر است که شماری از باشندگان کندوز از هیئت نظامی حکومت مرکزی و مقام‌های محلی این ولایت می‌خواهند که در خصوص توزیع این کمک‌ها متوجه عدالت باشند تا خانواده‌های مستحق از این کمک‌ها مستفید شوند. اما از سوی دیگر مقام‌های محلی کندوز اطمینان می‌دهند که این کمک‌ها طبق یک پلان منظم با خانواده‌های مستحق توزیع می‌گردد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.